دقت کنید دوستان عزیز، آقای حسین سهرابی ببینید چقدر طول کشید تا اسم خودشو با چه زجری بنده خدا بیان کردن. همین امروز که 25 دوشنبه 25 ماه دی 1402 دوباره ساعت 12، یعنی الان ساعت 10 ما یک بار دیگه فیلم آقای حسین سهرابی رو میگیریم. خودتون مقایسه کنید در یک جلسه چه اتفاقی میفته. حسین سهرابی 25 دی 1402 روز دوشنبه 2 ساعت قبل. حسین چطور بود؟ الان چطوره؟ سلام حسین. سلام. خودتون رو معرفی بفرمایید. به نام خدا، من حسین سهرابی هستم. از کدوم استان تشریف آوردید؟ کدوم شهر؟ نورآباد شغلستان هستم. باورت میشد در یک جلسه کمتر از 2 ساعت این چنین میتونی صحبت کنید؟ واقعیت رو بگید.